میگه اگه کسی رو زیاد دوست داری زیاد مزاحمش نشو. آدما ببینن همیشه براشون وقت داری نادیدت میگیرن. تو هر چقدرم به یکی احترام میذاری در آخر اون به قدر فهمش با تو رفتار میکنه. آدما به مرور عوض نمیشن، مشخص میشن. همیشه دلت از کسانی میگیره که برای خوشحال کردنشون همه کاری کردی. چیزی که داره نابودت میکنه اسمش عشق نیست. عشق اینه که حالتو خوب کنه. غم واقعی گریتو در نمیاره، ساکتت میکنه. خواهر و برادرتو میخوای بشناسی فقط موقع استخدام کردن میشه بشناسی. مرد واقعی رو وقتی میشه بشناسی که زنش مریض باشه. زن واقعی رو وقتی میشه بشناسی که شوهرش بی پول باشه.